من یک زنی تاجیک در مهاجرت در شهر چلیابینسکیم. مرا نم خیلی یک مردی به ناموس فریب کرد. نه نام صورتش هسته امیربکوف علیبک محمد علی نام داره. مرا فریب کرد. کارتای زبربانک به نام فامیلیای ما گرفت. من نمیفهمم یگان چیرا کارتا ما یگان چی تاری گپ خبرو نمیفهمم. مرا فریب کرد. من ای سه بانک قرض دار کده گریخت رفته هر بانک مرا زنگ میزنن. من یگان چش قرض دار نیستم. اوکی پدر مرا داره خیلی فلاکت رد آورده داخته اینه گریخته گشته خودش. من نمیدونم چی کار کنم چی خیلی کنم. باورش کردم نان نمک خر بود. نمیفهمیدم این خیلی میشوه. با این روزا آورد رساندکم 35,000 قرض گرفتم. این بولکه این بال بولکه اونجا 35,000 قرض گرفتم در دستش دادم. مرا دکمین میکنم گفته به امید کرد. پولا گرفت رفت با کدو میره پتین کده. مرا فریب کرد. 4 ماه پولی قرضی پتین تا گفت کردیتی بانک تا دادم. هر روز مرا اینجا زنگ میزنن. اینا قرض نه قدر بسیار شده. ای سه بانک مرا قرض دار کده.